حدیث قدسی، عبرت آموزی از وقایع. خداوند عزوجل فرمود: وای بر تو ای فرزند آدم، آدم چقدر قسی القلب هستی. پدر و مادرت می میرند و در مرگ آنها هیچ عبرت برای تو نمی باشد. ای فرزند آدم، آیا به یک چهار پا نگاه نمی کنی هنگامی که مرده است و باد کرده و لاشه متعفن شده است، و حال آن که چهار پای است و گناه برگردن او نیست، و حال آن که اگر گناهان تو را بر کوههای محکم بگذارم کوهها را منهدم می کند. بهارالانوار جلد 14 صفحه 46، روایت 34، باب 3.